ما جانانه این دختر جانانه نان داشته، از رفت گپاش از غرم بده. گاهی سطر و حجاب و گاهی لباسهای تنگ نیم برهنه پوشیده به نمایش میبراید و مثل زنان فاحشه مردها را به خود جلب میکنه. طبق روایات حدیث چون این زنان از اهل دوزخند و داخل جنت نمیشوند و حتی بوی جنت هم در مشامشان نمیرسد. این سخن من نیست، سخن پیامبر خدا است که در روایت مسلم آمده است. دخترای غرمی خیلی نبودن ولی آهسته آهسته گذرانده استیان. یک تاش این همین مدینه بلاگر که قبلا سر و لباسی کمی خوبتر داشت و نصیحتگر بود ولی بعداً گذراند. این نتیجه بی‌غیرتی و دیوسی مردان خانواده آنهاست. عجیب است که مقامات قدرتی فرهنگ بیگانه گفته فقط زنان حجاب پوش را کپیده جریمه میکنند. چرا پیش راهی چنین زنانی به حیای بد اخلاق گرفته نمی شود؟ نخود در بین مقامات قدرتی یگان شیرمردی با غیرت نمانده باشد که فرهنگ بیگانه گفته پیش راهی این همی خیل زنهای بد اخلاق بگیره. مقامات قدرتی هر یکی شما در پیشگاه خداوند جواب خواهد داد. نخود در خاندان همین خیل زنها مردها مردگی باشند که پیش روی اونها را بگیرند. پس این خیل زنهای بی حیا و بد اخلاق نه تنها زنان پاک دامن تاجیک را شرمنده میکنند بلکه بی غیرتی و دیوسی مردان تاجیک را رکلام میکنند. واقعا چنین بی حیایی زنان در تاریخ تاجیکان وجود نداشت. پس وای بر حال این ملت.